حالا که کارو به اینجا کشید بذار دیگه کل حرفامو بزنم بی پرده. من هیچ وقت سعی نکردم به خاطر اینکه طرفدار پیدا بکنم فرض بکنید رفتارم رو تغییر بدم. من بر اساس باورهای خودم عمل کردم. گیرم فقط یه نفر تو اون کشور حرف منو قبول بکنه. من به خاطر این 40 سال نیومدم مبارزه بکنم که بخوام به قدرت برسم یا حکومت بکنم که اصلا دغدغه من نیست. بارها هم گفتم، بازم تکرار میکنم، من فقط از دید آنچه که به نفع کشور خودم میبینم و مردمش میبینم بوده که این مواضع رو گرفتم و پیش بردم و هر کسی حق داره قبول بکنه یا قبول نکنه. زور که نیست که من خودم رو به هیچ کسی هیچ وقت تحمیل نکردم. کلا این رو فقط بگم که من هرگز کاری نخواهم کرد که کوچکترین خدشه‌ای به منافع ملی کشورم پیش بیاد، حتی اگر به این مفهوم باشه که کاملا از صحنه حذف بشم. برای من ایران مهمه، خودم مهم نیستم.